اپا تو چیکار میکنی از برای خدا؟ مگر تو دشمن من هستی؟ دستانم میکنندی؟ هیچ کار نمیکند. اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی، چون کلتکیلاس به تو میگوید بیرو تو باشی بارو بند تبی در سرت میزنی قبارو بنده. تو چی نداری؟ ای شفقت اینقدر بسیار گپ میزنی مثل خوشامنم هستی. را کن. اپا جان مگر تو خوشامن داری ها؟ تو هستی کو بدوی ماش چی حجت؟ یه روز سیاه خسور میگفتی اخی کلتا داملازی ها. السلام برادر. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام. این زن کی است؟ جوانم من جمیله اپایزیو هستم. چی خیر؟ این چیست ها؟ پسرم این چیست؟ مانند شلوار از کجا افته؟ رابرمان میرزا وطن خوب بود لباس او رو دوزیده آوردم سردارم. راستی گپ در شعبه پلیس تنها همین لباس ها بودن، دیگر لباس نیافته. امروز همه پلیس ها در عملیات بودن غیر از رابر میرزا وطن. لباس های من در کجایند؟ سردارم لباس های شما رو برای شستن داریم، بسیار افلاس شده بودن. ای پسر تو چه خیلی آدم هستی ها؟ سردارم یک مرده که کپ کلان آخی پیش نگاه نمیکنی. تمام خودتان رو با دست گیرید سردارم. خوب هستید؟ خوبم لیوند آخر من در اینها پیچیده میافتم. تمام سردارم من حوض حل میکنم. قطعا چند سانتی متره؟ تو چی کار میکنی مگر دیوانه ای؟ مگر در برات قطی سوزن میگردانی؟ تو چی خیلی پلیس هستی؟ من با خود همیشه رشته سوزن میگردانم چون که برادرم دوزنده است. حاضر من این رشته را در درون سوزن میاندازم و شما شیمتون رو کشیدن گیرید سردارم. کشید پوچو تا بردار اگر کشود باشد من میدوزم تنگ میشم. آیستا آرام باشید آیستا. آنا از این را من دختر با قد قامت شما راست میکنم، همه زور میشم. از اونی که با این سر و کار میگیری یکون لباس خردتر نیافتی؟ اینجا بیمارخانه است سردارم، طاقت کنید. لیوند حالا از این در یک جای میبرایم. تو هنگام حله رو با گپ گرفتنت من برآمده میروم. مالا سردارم شما با نزدیک سخرات میروید؟ نه به نزدیک کلتکیلاس. من با کلتکیلاس کار دارم. به نزدیک خواهر کلتکیلاس میروم چون کلتکیلاس فهمد که من در نزدیک او هستم از خفای من شده به نزدیک خواهرش میآید. میبخشید حجره مو سحری تازه کرده شد مگر؟ یعنی حلی زود باش. تمام با آخر از این تمام شد. تمام دستتون تو با بیرون برا. دستم رو داشت آرام باش. ایستا زود با بیرون برا. حلی رو با گپ گیر. سردارم من چه خیلی هم حلی رو با گپ میگیرم از برای خدا. یکان چیز از پیش خودت بگو آخر. اتاق رو تازه کردی ایستادن بگو. در اومدن ممکن نیست بگو. یکان چیز بگو. یک دقیقه سردارم وزیر کرتت رو لباس رو میاندازم. یکان جا درد نمیکند زود باش. همش درست میشه. ببینید بروک چه بطن شما جوش داره. کلاهم رو ده. همیشه بطن درست کلاهم رو ده. تمام من یعنی حلی رو با گپ میگیرم شما با مادرش. این حالم رو بینه. چی؟ اپای جمیله بعد از اون که من از یتیم خونه گریختم به من کمک کرد. همینه. این دختر کی است یا؟ خانم بتول او دختر است. در عین زمان یکی از ساکنان محلمون میباشد. ماشاءالله. بتول جان تو بیرو یکی بود دیر نمانی. مایلش شاد شدن. من هم. تا بازدید. خیر جانم. ماشاءالله. اپا جان تو چیکار کرده ایستادی؟ چیکار کردم من؟ خواهرم رو گفتم که انا همین است. چی؟ وای من رفتم خواهرش رو با آغوش بگیرم. وای من قربانی اوشم. ما چرا به من نگفتی؟ اپا جان نیست و خیر تو چیکار میکنی؟ من به بیتول گفتم که به هیچ کس نگفتم. حالا تو رفتم همه کار رو برباد نده. بسیار بد شدم. میرفتم چقدر زیبا بود هستن. زیبا دلش هم مانند رویش زیبا است. رفتی پیش درو. زود بگی اپا برادر یاردم نمیکنی؟ بخدا میارم کن. چی یاردم کنم؟ پیش درو.
مایلش خیر ما میروید. خیر روید. این بکن خوجه شده است. خیر دیر نمونی. خدا توبه. چخیل بکر خوجه خدمت شما میکنی بگفت. اپا خیر روید. کمتر نگاه کنم دختر زیبا بوده است. من نهاری کردم تو بیروم من به نزد اون ناو میروم. نه در آمدن ممکن نیست چرا؟ چون که حالا اتاق را تازه کرده ایستادن. تازه کرده ایستاده بودن؟ بله تازه کرده ایستادن. من با چشمان خودم دیدم و گفتن که نیم ساعت در آمدن ممکن نبوده است. چرا بوده است؟ گیگینا این بیمارخانه هم نیم ساعت پس دیزینفکت میکنند یانگا. یا خدای توبه. بله ما از همین سبب با پای میفریم و یک جا یک پیاله نوشیده بعد میوییم. اون رو باید تنها نمیگذاشتیم. یانگا الی از وزارت تندرستی فرمان برآمده است که تمام بیمارخانه را دیزینفکت کردن در کن. حتی کسلا هم دیزینفکت میکنن. برای همین نیم ساعت یک پیاله چای می‌نوشیم بعد اومده نرا رو میبینیم. مایلش نباشد. میره بای. مایل الهام بی عقل. اونا رو میکش. استاد لبای استاد یک سوال دارم پرسیده میتوانم؟ پرس. استاد انسان با یگان کار مجبور شود و کاری خطایی کند خدا او را میبخشد یا نه؟ چی؟ از خطاگیش وابسته از خطاگیش. اگر برای محافظت کردن یک آدم بیگناه آدم کشی کنی خدا تو را میبخشد؟ هجری تو یا ستاره شناس هستی یا اولیو؟ در حقیقت من نفهمیدم. خدا میبخشد استاد؟ چرا بخشد؟ مگر شخصی که آدم میکشد خدا میبخشد؟ استاد من هم همین رو میگویم یعنی جایز است مگر؟ خدا ما را از این گونه خطاگی ها محافظت کند. وقتی به این خیل خطاگی ها دچار شدند بغیر از به خدا پناه بردن دیگر هیچ چاره نداره. استاد خدا از شما راضی باشد اینقدر خوب جواب داد. خدا از تو هم راضی باشد. هجری و خدا پناه بردن لازم و خدا پناه بردن لازم. استاد جان این هجری چرا از من این سوال ها رو پرسید نمیفهمم. خدایا مگر به من اشاره کرده ایستاده من چیکار میکنم؟ به من کمک بکن. این دفعه سرم در حقیقت در بالاست. بچه ها چیکار کرده ایستاده؟ بازی داریم. مرحمت سلطانا. زیا جان دامولا زیا. لبای آقای کنم. دامولا خبری خوش دارم. با خیر است. دامولا در آخر نتیجه تشخیص را گرفتم. اکنون شما آزاد هستید. خیلی خوب. من هم مزه آزادیم را چشیده ایستاده بودم آقای کنم. احمق تو مگر کالتا کلاس نیستی؟ بی شرف کاری تو تمام است. تمام است. تو را نابود میسازم. میسوزانم. یک کودکان رفته در دیگر جا بازی کنه استود باشد. ای خدایا توبه. دامولا ورقه ها رو گرفتی؟ اگر از من در باره این دیوانه معلومات نامه دیوانگی پرسن میده. دامولا من اکنون این ورقه ها را با محکمه پیشنهاد کنم و دعوا بیکار شود. دیگر این استراب به آخر رسد. سلامت باشد آقای کنم. دامولا با من اجازه ده. من زود روم. تو بازید آقای کنم. سرش رفته دیوانه میشد و سرم یکم بالا نوارد. ای برزگو از قفای دامولا زیا یگام کس را گذارید که سری نظارت تمام باشد. این سقراط گفتنی خر یگان خطاگی نکند. با خبر باشید. پیش درا. اونال جان بین با تو. اونال در کجاست؟ من نمیدونم یانگا هلی جان. شاید برای هوای تازه گرفتن برآمده باشد سوار. سفسطه نگو لبین. چقدر هوای تازه آدم نو از جراحی برآمده است. اپا جان ما آمدیم. یزنم در کجاست؟ نمیدونم. ما هم همین رو گپ زده ایستادیم نیست. چخیلانی اکای اونال نیست؟ در همین جا هستین؟ با دخترش کم نزدید شاید به معاینه رفته باشد. دیگر با کجا می رود؟ نه جانم اگر یگان معاینه می بود به من میگفتند رفته است آخر. اپا با کجا می رود؟ چرا رود کی؟ لبین کنی بگو شاید تو بدونی. یانگا هلی من هیچ چیز رو نمیدونم. وقتی آمدیم نبود آخر. ای باورم نمیآید به کجا می رود این آدم.
زخمی است اول آخر. یکی خون رود، یکی در یگان جا افتیده ماند. خدا نگه دارد. من رفته از دکتر پرسان شوم. شاید یگان کس دیده است. انشاءالله از قفای اون کلتاکلاس نشده است. کلتاکلاس؟ شما چی هم میگوید؟ لوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ نه ها من از کجا میدونم سلین جان؟ لوین تو در کجا بودنش رو میدونی؟ بگو خیلی در کجاست؟ سردارم اونم رفت. با کجا رفت؟ وای دکتر خواهر کلتاکلاس هست که نامش بیتول. بله. با نزد او رفت. چرا رفت؟ او رو چیکار میکنه؟ با او هیچ کار نمیکنه سردارم. او رو همچون قبخون استفاده میبرد. چی خیل؟ یعنی او رو همچون قبخون استفاده بوده کلتاکلاس رو دستگیر میکنن. این همی قبخون میبونی که موش همی قبی. بعد او رو دستگیر میکنن؟ ای خانم زورا دستگیر کند خوب میشود. دیگر چی کار میکردن که؟ سردارم تصمیم گرفته است که کلتاکلاس را میکشد. انیق میکشد؟ ما هم از خداوند فقط دعا میکنیم که سردارم بیعقلی نکند و کلتاکلاس را نکشد، چون که کشتن یک مخلوق بسیار گناه عظیم است در نزد پروردگار. وظیفه پلیس انسانها را نجات دادن است، نه اینکه به خطر رسانیدن. اما بسیار غضبناک بود. به فکرم کلتاکلاس را میکشد. زود باش زیاد جواب ده. جواب نمیدهد. شاید در نماز است. پلیس همیشه فایده میارد. ما بر این پلیس ها در مقابل ظلم آدمان صبر و طاقت نموده آنها را ما به قتل نمیرسانیم، چون که وظیفه ما است. خانم سلین اگر ما هم جنایتکاران را پرانده به قتل رسانیم، پس فرق میان لوین و جنایتکار چیست؟ بگو سلین. اونال حالا هم زنده بود از کلتاکلاس. یگان مشکلی است. حالا شب نشده است. این چه سراسیمه است؟ اگر تا نیمه شب اونال نمیره چی شدنش رو میدانی ها؟ با من تهدید نکن سقراط. اینقدر کار رو کشاره نکن. یک گپ میگویم سرعت کارت تیز میشود. یک خواهر داشته ای، او را تو یافته ای. راستی من هم او را زود مییابم. گوش کن، اگر به خواهرم دست رسانی تو را میکشم. اگر در خطر بودنی دوست داشتهت رو نخواهی، پس خواهرت رو فکر کن کلتاکلاس. میدانم که اونال را کشتن نمیخواهی. تا ساعت 12 اگر او را به هلاکت نرسانی، پس من عزیزانی تو را به هلاکت میرسانم. انتخاب کن. سقراط. زهرا دوملوزیا چه شد؟ یزنم به نزد بیتون میرود. همه چیز رو میفهماند. همه چیز یعنی چی؟ همه چیز رو کلتاکلاس بودنی تو رو. مقصد اساسیش دستگیر کردن تو است. یا توبه، بیتول این رو نباید فهمد. با اونال ما نمیشوم. نمیروی. یزنم بسیار غضب‌آلود است. او تو رو کشتنش ممکن. اگر بیتول فهمد من تمام میشوم. از من نفرت میکنه. آخر او یک روز نه یک روز میفهمد. مایلش رو با این شکل نه. من چون وقت شاید خودم با بیتول با زبان موافق با او همهش رو میفهمم. اما اگر با این حال فهمد بیتول رو از دست خواهم داد. من فهمیدم چی شد که ما رو از دست دادیم. اگر ما رو از دست نداده باشی پس او رو هم از دست نمیدهی. یک جای همش رو به بیتول میفهمونیم. شاید کمتر وقت رو میگیرد میفهمم. نمیشه وزیر. چه جواب دادن بیتول رو تخمین کردن نمیتوانم. دیگر برای ممکن نگاه نکند. من باید با اونال مانع شوم. نمازم رو خونده به مغازه میرم. مایلش من یزنم رو باز میدارم. مایلش اونال چون شکارچی باشه شکارم میشوی. تو را نسبت سقراط همچون لقمه استفاده میکنم. دیگر چاره ندارم. مرحبا، کی در کار بود؟ من به نزد خانم بیتول آمدم. او در همین جاست. حاضر تازه کردیستم. بعد ابید میویم. او رو در کجا یافتم ممکن است؟ ممکن در مگزین او چشای. تشکر زیاد. نمیارزم. میارزم. تو در اینجا چی میکنی؟ دفشو. در اصل تو نابود شو. تو چی میگویی؟ مرا گوش کن، با من این خیل گپ نزن. کلتاکلاس
هفته این را بین بسیار زیبایی. حالا من بسیار خرسند شدم. اما خبری بسیار مهم این نیست. خبری مهم کدام است میدونی؟ اکای بیتول بودنی تو رو هم میدونم. سردارم دیده شما رو چقدر پیدا کردم ها؟ تو از کجا بر اومدی ها؟ سردارم به شما سورپریز دارم. چه خیلی سورپریز؟ آخر سورپریزه که برای دستگیر کردن کارتکلاس به شما کمک میکنه. لوین گابروتوگ نده بگو. مالش میگویم اما بعد از گفتنم شما به بیمارخانه برگردید. آخر شما بسیار زخمی هستید. یعنی من برای شما را از بیمارخانه گریزاندنم عذاب وجدان کشیده است. لوین یعنی وعده هم ندید من البته میگویم. سردارم ما آدمی که شما رو پرانو رو یافتیم. چی میگوی چی خیر؟ سردارم وقتی که من از بیمارخانه بار آمدم از شوبا به من خبری اومد. من باشم به شوبا رفتم اون آدم رو دستگیر کردن. تینی که از بدن شما بار آمد از سینه اون شخص بار آمده بوده است. او حالا در کجاست؟ نه در اینجاست. چی خیلی در اینجا؟ در ماشین است سردارم. مگر دیوانه ای تو؟ چرا این آدم را از شوبا برآورده؟ سردارم من این طرفش رو حل کردم. برای نوارگیری میبریمش گفتم. در ورق امضا گذاشتم تمام. همین خیلی فکر کردی؟ بله او رو به اینجا آوردم. شما رو به این واسطه به بیمارخانه برمیگردونم گفته آوردم. چی خیلی؟ لوین چور چشمت از سرت ماند. تو چه خیلی آدم هستی؟ یکو چیزی درست فکر کن. آدم در همینجاست. کنی برار در رو کشا. اسامدین در رو کشا. کنی برا اخمق. برا. تو کیستی؟ کیستی تو؟ چرا مرا پروندی؟ برای کی کار میکنی؟ کنی بگو. برای کارتکلاس. یا خدایا بیشرف. در بالای بوم ایستادنم با من فرمان داد. گفت که چون دستانم بالای سرم به بیرون برآمدم سلاحت رو تیار کرده. چون آدمی در مقابل من ایستاده سلاحش رو برآورد مرا پراندنی شد. در حال او را بپران گفت. اوی کالتاکلاس، یعنی از همین سبب راحت به مقابلم برآمد دستانش را برداشته. بعد چی شد؟ بعد به نزدت آمد برای از مردنت باوری حاصل کردن، اما چون آمدن ماشین دیگر رو دید مجبور گریخت. کاری نیم کارش را به آخر رساندنی بود اما موفق نشد. اوی کالتاکلاس، من تو را دستگیر میکنم. دستگیر کرده این کار را به آخر میرسونم. این کار را نیم نمیگذارم. سقراط کیست؟ تو را میشناسی؟ سقراط؟ البته سقراط رو میشناسم. وای یک فیلسوف بود، یک فیلسوف. چقدری که در مکتب خوانده بودم میدانم، اما با مسئله مو چی علاقه دارد این رو نفهمیدم. ای ابله دفشاف گرید او را بره. تو با قبضان شده زبان دراز شده است. خود زبان تم نمیره میرم در کابینه دکه اونال کشالش میکنم. احمق. شنیدی لوینت؟ کالتاکلاس مرا کشتن میخواهد. سردارم این 100% دروغ میگه. چرا با این باور میکنید؟ لوینت زود به شوبه زود. زبان شب برم در کابینت کشال کنم. لوینت داوشاو برو زود. سردارم بیا شما را به بیمارخانه بریم. لوینت کار دارم زود برو. سردارم مخیا که در گنجا نغلطی. لوینت راو گفتم. خیلی بشیم تا همون جای میرفته که در بره به توخی. لوینت خب من دشمنی تو نیستم کاکا. کم موند کالتاکلاس، کم موند. انتقام طفلم را از تو میگیرم. سردارم بیا شما را برم. کم سردارم آخر من فهمیده بودم که از تو دامالا نمیشود. از تو تنها دوست میبراید. گم شود بشم. اون حال اومده ایستاد است. با تو بعد گام میزنم. تنها برای نرنجیدن بیتول به هیچ کس نگویم. دروغگو، کالتاکلاسی سوسمار، دوست بودنی تو را. اما اکنون از تو خلاص میشم. سامی دمت را گیر که نباشد میکشم. اکنون بیتول دروغگو و کالتاکلاس بودن اکاش رو میفهمد. تو را زنده نمیمانم. با خدا که زنده نمیمانم. چرا؟ برای خواهرت رو دوست داشتن ما رو میزنی؟ السلام داملا، مرحمت کنید. نه خانم بیتول، رحمت ما صحبت داریم. جنجال ندارید؟ نه خانم چه علاقه دارد؟ همین خیل گپ زده ایستاده ایم. همین خیل نه داملا زیاد. خوب بهترین. خانم بیتول کمی سیر رو گشت میکردیم. چرا؟ یک اونجا نشسته صحبت میکردیم. درباره چی صحبت میکردیم؟ من اومده نمیتوانم ببخشید. چرا؟ وقتی بسیارتون رو نمیگیرم. یعنی تنها گپ زدن میخوام. مایلش، اما در
جای کارم بیمارها انتظارند. باید به نزد آنها بروم. جهازانم را گرفته میآیم. مایلش تشکر. کن یکتون مرا بزن. زوری کو کلی بزن زور. گوش کن نال میآید گفته صدایم را نبرآوردم اگر با بیتول گرد زنی تو را میکشم. خوش مانید دومروزی ها. تو باز دید خوش میمانید. روزهای خوش. یاسنا زهرا یاسنا تو در اینجا چی میکوبی؟ اپام برای شما بسیار خواطر شد یاسنا. زهرا یکان جای خواطر ندارد، کمتر کار دارم، اون را حل میکنم. یاسنا در یکان جا افتیده میمونید. تو مرا چه خیلی افتی؟ البته لوین گفته؟ ای گفت که شاید به محل رفته است. در محل چی کار دارید؟ گوش کن، با کلتکیلاس بسیار نزدیک شدم. او را دستگیر کردنم بسیار مهم است زهرا. امروز این کار را ریشه‌کن میکنم. با اپت خوب بودنم را بگویی بس است. یاسنا التجا میکنم کلتکیلاس را نکش. خواهش میکنم. وای لوینت یک گپ را داشته نمیتوانی. یاسنا من قاتل شدن شما را نمیخواهم لطفا. زهرا تو به نزد اپت برو. من امروز این کار را حل میکنم. یاسنا یا خدای من کلتکیلاس گریز. مرحمت خوش آمدید. سلام، به من خانم بیتول در کار بود. بیتول کمتر پیش بر آمد. وای به کجا رفت؟ چی؟ وای شاید بیمار داشته باشد یا به بیمارخانه رفته باشد، نمیدونم. یاسنا با این حال با پروس ایستاده نمیتونه. لطفاً بینید آخر اپم خواطر شده ایستاده. زهرا من به تو گفتم که خوبم، به بیمارخانه نمیروم. یاسنا چه خیلی خوب هستید. مگر دکتر نگفت که یک چند روز دیگر باید استراحت کنید؟ من شوبه میروم. یاسنا زهرا انا آن بیشرف سقراط گفتن آدم را عزت رو میابم. اول او رو نابود میکنم، بعد به خانه بیتول رفته آن بیشرفش رو دستگیر میکنم. ببخشید درباره بیتول چرا پرسیدید؟ جناب سمی من هیچ چیز رو نفهمیده ایستادم. با اکام درباره چی گپ زدید؟ یک دقیقه. مگر گپای به شما گفتم رو گفتید؟ بله. یعنی اکا و خواهر بودنتون رو با او گفتم. من از شما خواهش کرده بودم. این آخر بین ما سیر بود کو؟ با سیر قسم میخورم به هیچ کس نمیگویم. غضبی شدید. لطفا غضبی نشید. از اکاتون تنها میخواهم با ما یک امکانیت دید. نفهمیدم. یعنی اکاتون با ما یک امکانیت دید. یعنی با علاقه ما، یعنی اگر در بین ما یگان علاقه جدی سر شدنی باشد اکاتون با این باید اجازه دهد. یعنی من همین خیلی سنجم گفتم. خانم بیتون انا اینجا یک چای اونقدر هم رومانتیکی نیست در اصل. بر اومده راه گشته به اینجا آمدیم، چای موی فرمایش دادیم. من به شما یک چیز گفتنی دارم. یک چیزی هست که خانم بیتول با من اویله دور میشه. یاسنا لطفاً باید به بیمارخانه برگردید. یاسنا مرا گوش کنید آخر. زهرا تو بازدید. یاسنا بینید بدنتون درد دارد. لطفاً یاسنا جان.
تو را میکشم کلتاکیلاس. میکشم، تو را زنده نمیگذارم. تو سلام بونال. آلیو از پسی کلتاکیلاس برم. برای در حال جواب دادن مجبور نیست. یعنی فکر کنید من فکر کردم پیشتر هم گفته بودم جدی بودنم را من انتظار میشوم، چون که من از چی باوری دارم. یعنی من شما رو دوست میدارم، به خدا دوستت میدارم. من چی؟ من حالا چی گفتنم رو نمیدونم. در حقیقت چی شدم؟ کمی پریشان شدم. حالا آخر من از کم نپرسیده جواب داده نمیتونم. باید از او پرسم. همین خیل بله. به خدا ایزا کشیدم خانم بیتون. میدونی این سلاحی کیست؟ از کی؟ هنگام نجات دادن تو و کشته شدن جیانش سخراتین رو به من داد. درباره سقراطین خیلی گپ زده. با او به من شریک نبودنت رو میفهمونی کلتاکیلاس؟ گوش کن آنال، میفهمونم اما تو نمیفهمی. حالا گوشهایت رو خوب شده، ما رو خوب گوش کن. تو ما رو کشتن میخواهی ها؟ از همه زیاد. سقراط یک دیوانه تپا تیار است. گوش کن، سقراط برای انتقام جیانش رو گرفتن تو رو از بین برداشتن میخواد. اگر تو رو نتواند همسرت یعنی حله رو میکشد. با ما رو کشتنت یگان چیز حل نمیشود. طفل تو رو من نکشتم، شخص تو رو دزدیدم من نیستم. دروغ میگویی. دروغ گفتی استاده به شرفی بیناموس. حیات تو پر از دروغ است. برای مرا کشتن آدم فرستادی، اما آدمت رو به دست آوردم. من خودم او را پرسپوس کردم و همش رو فهماند. و من حیله کردی به شرفی سگ. تصادفاً از آنجا کسی گذشتم مرا نجات داد. کلتاکیلاس، میدانی در این حیات چی میخواهم؟ مرده تو را دیدن میخواهم. یک فرصت یابم تو را نابود میسازم. سفسطگویی را بس کن. مرا فریب کرده نمیتوانی. خیلی تو رو با بیمارخانه کی برد؟ تو این را فکر نکردی؟ بغیر از تو همه بوده میتواند، اما تو نه. سر تو کار نمیکند دونل. در یک اونجا من کن. ماشین را نگاه دار گفتم. خودت این را خواستی. کار تمام شد سخره. اون نال رو گرفته به جای گفتهات میارم. اکه کانون؟ چی گپ شد؟ ودаме ки аз қафои калтакилас гузоштем ку خیر ӯ занг зад. калтакилас уналро дар бағоҷи мошин гузошта дар сари роҳ интизори касе будааст. تو چی میگویی؟ ба худо کلتاکیلاس کمیسر اونها رو کشت مگر؟ мутаассифона ака. این ناممکن است. زود باشه میرویم. یعنی در آخر انتخابت رو کردی کلتاکیلاس؟ بله. او زنده است کو؟ سلاحاتون رو پایان کنه. نجوم بید نباشد سرگارتون میمیره. نجوم، سقراط راه به آخر رسید. حالا در اینجا میموری و همش به آخر میرسد. ای بچه گاز رو زیر کن، زودتر باش. دامولوزیا رو از دست سقراط نجات دادن اما لازم است. کلتاکیلاس حتی اگر اونال رو کشته باشد، آن سقراطی پدر لعنت دامولو رو راحت نمیگذارد. سلاحایتان رو پایان کنه. پایان نکنید، او را پرانید. سلاحاتون را پایان کنید، پایان کنید. پلیس پینها شوید.
باشد. اما چرا نمیپرانی پرسگو؟ که این دفعه من آدم نمیکشم بس سوال وعده دادم اگر آدم کشم مرا سوال خلاف بکنم. خدا تو را زند احمد، تو تمام شدی تمام. در اینجا چی میگوی کنعانی معبدی آمد؟ چی میگفتم برادرم؟ من پلیس یاردم داده ایستادم، وظیفه شهروندیم را به جا آورده ایستادم. ما با یاردم تو احتیاج نداریم. ای برادر بیا با من بحث نکن. تو چی اینقدر حریف یک رو هستی؟ ای کنعانی دیوانان گپ‌هایت را خواهید گپ زن. پیرپرانی که با آخر رسید با تو دیگر خیلی گپ میزنم احمق. نجات دادن نتونستم در برو توی صدقه لمن نجات دادن. گریه نکن ناله کنی رو بس کن. دانسته باش من بعد از تو میمیرم. سردارم نبرده چیزه کلتکیلان در کجاست؟ کلتکیل از گورخ سردارم اما سخرات رو پراندیم. جسدرشو آدمارشو کشیده بردن. اون بشرف باز مرا کشتنی شد میدونی لبین خبرداری؟ اویستا سردارم اویستا. این رو گفتم اونم سردارم که ینگه هله برای از بیمارخونه گریختنتون نسبت شما بسیار غضبناک است. تای بلا مونده سردارم. اویستا لبین میلش اویستا فرید شما رو من میخپم. از در میخطم من اومدنم لوزه. سردارم احتیاط باشین کن. اویستا تمام. انا تمام. در آخر بیشرف مرد. حالا مسئله کلتکیل است مرد. ای سردارم بگویم یا نگویم اما آدم رو مجبور میکنه که بگویم. مجبور میشم که بگویم. آخر با فکر من قاتل کودک شما سخرات است. کلتکیل نیست. شما این مسئله رو پای نبرده عدالت رو پایمال کرده ایستاده سردارم. چه خیلی بگناه. آدم مرا کشتنی بود میگویم به تو. آخر سردارم من در این موضوع با شما هم فکر نیستم. من پرونده او رو تا آخر تحقیق کردم. کلتکیل تنها یک دوست است. قاتل نیست. ما رو البته دستگیر میکنیم. این مسئله دیگر است. برو لبین برو. یه صدقه بشم سردارم تیزی قر میکنی. لبین برو. مرگ آن سقراط گفتنی آدم اونال رو کمی هم باشد آروم کرد. البته وای آدم یک جنایتکار قاتل بود. ای دنیا از یک حشرات تازه شد. مسئله کلتکیل اصل لعنتی را هم به آخر میرساند. ما راحت میکردیم همین خیل نه؟ دامولازیا؟ بله یعنی آقا همش تقدیر. انشالله امک اکرم آخر باید جنایتکاران به جزایشان برسند. اوف دیلم بی‌حضور شد. کم ترک بیرون سیر و گشت کنیم میلش؟ برای دخترم بله بیرون برآمده کمتر هوای تازه گیرید سلتان آرام میشد. عروست را ببرزی و غم و اندوهتان را از بین برید. مست شده به خانه آید. شما خطا نفهمید. منظورم این که مستی عاشقی شود. با اجازه شما. شماتون بخیر. استراحتی با فراغت. زهرو اینقدر خوشبخت است. ای ملیس تو گمراه شده ای. نه شیطان وسوسه هم کرد مادر. بخت من سیاه است. ساده لیویت بسیار انتظار کردم. خانم سلین اگر در کار شد برای شما 5 عصر انتظار میشه. وحیمه نکن. تمام خیلی کمتر وحیمه کردم لیکن تو گرسنه شدن من انتظار میشم. عشق تو برای من ویتامین قی است. خاطر نشو لیوین جون من تو رو انتظار نمیکنم. هم شکمم حالا چنون گرسنه است. از من هم. بیا یکون چیز میخورم. رفتیم خانم سلین. بخشش
الو نیلبانو در طرف خونه ای بیامون همتون رفتید چی؟ یعنی من آمده نمیتونم میتواند خانم سیلک روید میآید نیلبانو میآید شما رفته خوشحالی کنید من رو فکر نکنید چی؟ میلش نباشد من میآیم شما بخیر تا بازدید ای خدایا نصیب نبوده از خانم سیلک ما یگان بار دیگر وام میخونیم من رفته در خد کوچه پیرچکی میخونم شما به طرف خانه روید میلش خب ای با کجا میروی؟ پیرچکی خوری یک جویا میروی؟ به طرف خانه خانم سیلک یک دقیقه مگر شما ما رو با دوستانتون شناس کردنی بله چرا نکنم که خدا تا خیلی لباسای من اونقدر خوب نیستن اقلا رفته یک لباس زیبا پوشم با شما حیب نشود بیا رفتیم با نزد دو گناهات پیش درآید لمیرا جدا هجابانی به سینما رویم مایلش عجبا یگون فیلمی نو باشد خیلی شد که به سینما هم نرفتیم شاید یگون کینوی عاشقانه یا اینکه حجبی باشه عاشقی یا که حجبی با خدا پشتم خوریده رو سر کرد یعنی فیلم عاشقی و حجبی رو هیچ دوست نمیدارم اگر با کینوتئاتر درایم الرژی پیدا میکنم افلاس یک فیلم بود درباره یک زن تماشا کرده بودی نمیدونم قهرمان های خارجی بازی میکردن در این خیلی مرشد شناس میشوند با مرشد سیر و گشت میکنند دائما آن صحنه رو آرزو میکردم درستی؟ وای وای بهترش با کینوتئاتر رویم نباشه تو شیفتر رو خریداری بکن من حاضر میآیم مالش سوار شو کمی سیر رو گشت کنیم شوخی داری مگر؟ دوست دیدی مگر؟ این خیلی گپ نزن این هوا بسیار پر آمد یک شبی عاشقانه رو برپا کنیم بشین سوار شو شده نمیتونم سلام علیکم اکای کانون گفته که بیا شمال باری دویده آمدم تینجو بده که البته که میایی برزگو آن کاری توست کاری اساسی توست البته که چی کار است؟ مرا گوش کن آنکای حمدی باز گپ زدن را سر کرده است رفته بگو پایش را به قدی کرپاش دراز کند نه تو اول آن احمق را لطو کوب بکن بعد اخرج بسرش آید رو اول او رو مردانک زنه بعد نصیحتش کنیم همین خیلی ها رفتیم مایلش تو هم رو این برزگاه از عهده این کار یکی نبراید کارمان با کی افتاد عشق سرسری کوش بازن istesen de tutamazsın aç kanatlarını سلین جون دوستم گفتی بود اما دوستی خوردیت است؟ یعنی البته بله یعنی هم دوستی خوردیم هم خوزیرم یعنی همسایمو یعنی که همسایه لیوین جون با من یک شربتی میوه گیده آری؟ ها شربتی میوه شرکتم نمون میوه خدا دیدی خوب گپ نیست تمام رفتم برادر یک تا شربتی یک کپوشکا و یک کدو بگی بیار
خوب شد که ماشین رو آنها نفهمیده و جاش آورده موندیم. یا خدای توبه برای همه خندیده ایستاده. بیا رفتیم. یک چیز گویم. چی؟ یگون چیز خوردن لازم بسیار گرسنم. خب مالش بیا میرویم. یا خدای توبه اینها کی بودن؟ عربه در اینجا و نمید نیست. خواهر لپه یک کوتین خودی شورک میگیرید؟ البته میدهم. تو رو مرا گوش که با نسبت که کنو خودت گرداشتی ها؟ 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 یاد خبی آها دهان شب خب که کم نزنه اجاز آن زیستن سوال جون؟ نمیک در کجایی؟ عربه رو پرتافته با کجا رفتی؟ قلمفور تمام شد قلمفور خرید رفتم برای قلمفور؟ نمیک مگر برای قلمفور عربه رو پرتافته میروی؟ سوال جون خودت میدونی که به قلمفور نخود شورک رو پخته نمیشود که آخیر ها؟ نمیک در کجای هستی به اینجا بیا من در همین جایم. بخشش سوال جون کم تر در راهی دورترم. نمیک خاموش شو به اینجا بیا. تمام جانم عزیزم میایم. شرف برادر من باید روم. چی؟ این لین به تو امانت و باز دانسته باش اکای کنون نباید این رو فهمد. فهمیدی؟ اصار ترام من رفتم. با کجا میروی؟ نمیک برادر آخر تو چیکار میکنی؟ همه کار رو به گردن من میپرتوی. خودش چی گپ است؟ وای در کدام پایت که میخوای پرانم همان پایت رو درست کن. İltimos usta paronaka. Well, I saw you dancing out there on the floor, doing your thing and shaking your booty rocks me to my core. But if you want a real man, you gotta do better than that. سلیم بیا رقص کنیم. لبن بیا ما هم رقص کنیم. نه خانم سلیم ما رقص کردن نمیتونم. شما رفته تو کسا با دوگانه تو جنبونه. بیا رقص کنیم. نه وجدان انسانی نمیتونم. این سیجو میکنم من رو رد نکن. خیلی باشد من خرسک بدم تو رقص کنم. خب با دوستان تو رقص کردن. You ain't gonna get to me that way. That ain't where it's at. If you wanna get to me, well, do it faster, pussycat. So do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. Like my wheel. Now I like my girls like my wheels, smooth and round and as fast as you like, in a tight skirt and high heels. But if you want a real man, you gotta do better than that. Keep on shaking it up, but do it faster, pussycat. Hey, do it faster, pussycat. Yeah, that is where it's at. You do it faster, pussycat. Now you come over here, girl. Now that's what I call fast, baby. آنها محکم شده است. برمی جاشونیم؟ مایلش آباد
باشد در دستتون مونیم بعد پرتونیم. کنه بیدین میگیری؟ باز یک تا میدونی من برای نرفتن مجبور شدنت بسیار خودسر شدم. یعنی من آخر به تو رفتن نمیتوانستم زهرا. میرفتم هم نیستم بر تو میمان. تو باشه دایم در من میماندی. روزای آخر از سه مرده که در حیات من داخل شدن از همه زیادترش تو رو دوست میدارم. سه مرد؟ اون سه مرد که هایم؟ دامبل سیاه، زاغ سیاه و کلتکلس. همه خیلی بگوی دختر؟ خیر به فکر تو از همه زیادتر کدامش رو دوست میدارم؟ کدامش؟ به فکر تو؟ کلتکلس؟ دامبل سیاه. می شود و من فرقی نداره. زردالوی خشک با مزه بوده. زردالو کنه دستم رو بیدار. سیوال جان الان من اومدم. نمیک تو چی کار میکنی؟ این چی به مسئولیتی است؟ مگر انسان عرابه حیاتیش را پرتافته میره؟ سیوال جان قلنفور تموم شد آخیر. خاموش نمیک. این چیست؟ این چیه؟ قلنفور؟ با خدا من فراموش کردم اینها رو ندیدم من. قلنفور در پیش چشمت است. ای خدا انا ببین جانم عشق تو مرا کور کرده است. کور آخر چیکار کنم نمیک عزیزم؟ همین گپایت رو نگوی خوب میشدو. خیر میلش من به خانه میروم. روی سفید عزیزم. اوه مرا نه خود دا بیا. تاثیر شربت کرچکه را دیدی چه خیلی زود؟ ما از اینجا به دیگر مرکز دلخوشی می رویم. تو هم این رو گرفته با ما بیو. نه من رو گرفتن خانم سلین لازم نیست. آخر من باید پگاه بروقتر از خواب خیزم. خانم من پلیس هستم. رفتنم در کار نیست. پگاه روزی کاری است. به همتون شبی خوشحالم. در حقیقت از شناسایی با شما بسیار شدم. خانم سلین شما با دل پر رفتن میتونید. من به اتوبوس میروم. لوینت انتظار شو. من خودم رو به شما خطا شناس کردم. درباره لوین دوستی بچگی هم گفتم. دوست داشتنم رو پنهان کردم. تو این درجه نه؟ خانم سلین بس بین شب چه خیلی دوست داشتن. این مگر خوب با دیده باشی. خیر من نمیروم. دوستم مرا به خونه‌مون میبرد. خانم سلین در حقیقت مرا دوست می‌دارید. هر وقتی که میگه که شما را دوست می‌دارم موی طرف سیخ می‌ریزد. برادر یک شپالا خامزه که با فکرم خودی نیستم. خیر نباشد ما میرویم. به شما شبی خوش. به خدا که بسیار خوب میشود. انتظار نشوید. بای بای. مایلش خیر. ای خانم سلین شما چقدر انسان دلصاف بودید. برای من در نزد دوگانه‌تون شرمنده نشم گفته حتی دروغ گفتید. یعنی با شما چقدر سپاسگزاری کنم کم است. احمق من با کی دروغ گفتم؟ من حقیقت رو گفتم. نه من صافدیر بودن شما رو میدونستم اما این قدرش زیادتی است. بسیار سپاسگزارم. لوینت حقیقت رو میگویم مرا نمیشنوی.
خانم سلن من حق شما رو چه خیلی پرداخت میکنم. تشکری زیاد. احمق، من در اینجا تو رو دوست میدارم میگم تو باشی چی ها گفته ایستاده؟ بله بله، محبت به حیوان، محبت به حشرات و نباتات، بعداً مرا دوست داشتنتون، این همه محبت زمینی است. یک دقیقه خانم سلن، من خطا فهمیدم یا که مگر شما مرا دوست داشتنتون رو گفتی؟ بله لیوین، من تو رو دوست میدارم، حالا هم تو باشی سفسطه میگویی. اما یک چیز رو فهمیدنم در کار است، چون محبت انسانی یا که مگر مانند دیگر نمون محبت ها، یعنی محبت های بیگانه چه خیلی نبینه. گوش کن، حالا بسیار بهوزور شدم. اگر این خیلی سخن گفتن رو دوام دهی، من از تو رو دوست داشتنم دست میکشم. یک دقیقه خانم سلن مرا دوست میدارد. یالله خانم سلن مرا دوست ندارد. خانم سلن پرتافتم کجا میرم؟ خانم سلن جان، در هیجان من شما رو فراموش کرده پرتافت رفتم. در حیات یک خواهش دارم، اجازت میدید که دست شما رو قبیده در این کوچه های شهر مثل کینو فیلم های هندی یک جا بیداریم. این طرف رویم اون طرف رویم. خانم سلن اگر مدا باشد بیا پس یک جا میدویم. یعنی اگر باز در آغوشم خواب رفتم خواهی به نزدت آمده میتوانم. نه جانم رحمت. یگان نیت بد نداشتم آخر. شب خوش کاتاکیلاس. شب خوش شاهزاده. چرا خاموش میکنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا خداوند سخرات و جایش رو جنت بگردون خداوند. اما جای میرفتش معین است لیوین. سردارم مرا ببخشید و گپ نزنید، اولو در مزار هستیم. در وقتش باباهمون با ما گفتن که از پس مرده گپ نزنید که این گناه عظیم است، به حد گناه عظیم. ان شاءالله در جنازه کالتاکیلاس هم این خیلی اشتراک میکنیم با تو. سردار امروز روزی تولد زیبا از گپ همین که حالا به تو گپ رو نشان میدیم. با ماشین سوار شو باشو میرویم. سردار میرفتیم یک دعا میکردیم، یک تبریک کردم میومدیم، بسیار کار خوب میشد سردارم. خیر نباشد شب میبینی؟ تا بازدید جانم. خودت رو احتیاط کن. تو شب عشقم. چی؟ چی شد؟ نه آخر با این خیلی گپ عادت نکردم. ناگهان چون گفتی البته که حیران شدم. کنی یک بار دیگر بگو، بسیار خوب گفتی. گپ یک بار معنا دارد. تا بازدید. بله عشقم. بای بای. الو خانم بتول، تکلیف اویلادور شویم رو فکر کردید؟ در یک اونجا نشسته صحبت کنیم، بعد به شما زنگ میزنم. تو چی گفتی؟ با بتول تکلیف اویلادور شوی کردی؟ خب زبان کالتاکیلاسی تو با من ضرر نمیرسوند، فهمیدی؟ دنبالای ساخته؟ من شوخی نمیکنم، نسبت خواهرت جدی هستم. هم دختر چون کالتاکیلاس بودن تو رو فهمد، در نزد شوهرش آرامش مییابد. اگر یک مشت بر روی من رسد با بیتول همش رو میگویم. چه شدن؟ چون در دستت این خیلی دلیل داری؟ فکر میکنی که با بیتول ازدواج کردنت را اجازت میدیم ها؟ با خدا که بس است. با جای به من تشکر بگویی مرا حال هم تهدید میکنی. مرا تهدید کردنی بودی؟ ایستو یک لحظه مرا گوش کن. تا این روز اگر خاموش شده باشم بیتول نرنجت گفته نگفتم، چون که در روی زیبای او دیدن یک قطره اشک را طاقت ندارم. یعنی از ترس تو نیست. اگر دهانت رو کشوی بعد حالت رو میبینی. یا خدای توبه، حالا هم گپ میزنی. خودتون رو احتیاط بید. رحمت کلان نکن. بیتول اکا سمی با تو تکلیف اویلادور شوی کرده است، درست است؟
سفر تمام شدی تو رو میکشم احمق. بله اکا، در اصل من این رو به شما گفتنی بودم. هر تو چی فکر داری؟ هیچ، یعنی من روزگی شما رو نگرفته البته به او جواب ندادم. چی گفتنی شما برای من بسیار مهم است. بیتول، معلوم که سر تو بسیار آمیخته است، اما گوش کن، با آدمی که خوشبخت نمیشه ازدواج کردنت رو نمیخواهم. تمام اکا. من تو رو هرگز رنجاندنی نیستم. اکا جون، آخر در اصل این رو به شما گفتنی بودم. شب یک خوبی عجایب دیدم. چی شد؟ بخیر است؟ انا به یک چوهی تاریک میافتم. دو فیغان فریاد میکشم اما هیچ کس آوازم رو نمیشنود، هیچ کس جوابم نمیدهد. بعد شما با روح نورانی و جامعه سفید آمده قرآن خوندید. چوهی که ما قرار داشتیم ناگهان به باغ تبدیل یافت. نشسته صحبت کردیم. مکانی مانند جنت بود. حتی در خواب تو رو آرام نمیگذارم، ها؟ فهمو؟ بله، میدونید در حال دامولا بودن شما رو شنیدم چونان خورسند شدم که روحی پدر و مادرم شاد باشند. بله، همین خیلی از ببینم. اکا، دامولاگی رو ترک نکنید میلش. این از کجا بر اومد به تو؟ چی دانم؟ بزرگ رو اویله دار هستید، شاید تکلیف کند که در شرکت او کار کنید. خیر، دامولاگی رو ترک نکنید میلش. میلش بیتر بعدا میدیم، ترک نمیکنم. تمام. چرا این خیلی رو سیست دادیم؟ رفته در مغازه شینیم؟ میلش، اما من به بیمارخانه روم، یک دو بیمار دارم، آنها رو میبینم و میگویم. میلش، من در مغازه انتظار میشم. تا بازدید. تا بازدید. لابا زهرا جانم، چی خیلی؟ خوبم. حجت رو در خونه فراموش کردم، به گرفتنی اونها آمدم، یادت کردم. خوب کردی. من تو رو بسیار یاد کردم. اول من گفتم. کارتکی راست؟ دستانت رو بردار، نجوم. الو، زیا؟ تو رو دوست میدارم زهرا. من هم تو رو دوست میدارم زیا. تلفنت رو پایان کن. زیا، الو. آه خدای من، نباید این خیلی شود زیا. آخری راه آمدی کاتاکل است. سودو رو دست کنستی نکنه. باورم نمیاد که کلتکلس رو قپیده. بسیار خورسندم لبت. در حیاتم هیچ اینقدر خورسند نشده بودم. بیاره. سردارم باورم نمیاد که کلتکلس رو دستگیر کردیم. بله. Akavna ki bıxar, xandaki kapide, xandaki akavna. Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim direniyorlar bana. Hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret. İçimden bir sesler, sabret, sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kalbim zehir olur, başka hayalleri kalmaz
feryat figan kalbim zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim hüsran feryat